اساس دویدن و تلاش مردمان در این جهان مادی برای رسیدن به پول و خواسته ها شده. تا اینجای کار درست، اما آیا وقتی که به پول و خواسته هامون رسیدیم آیا این بسنده هست و آیا میتونه رضایت دائمی رو فراهم کنه؟ آیا منصفانه بود با شکستن دل بعضی ها و با خوردن حق دیگران و با وجود انجام کارهای نامشروع به پول و خواسته هامون برسیم؟ آیا لذت بخش است رسیدن به میلیاردها پول؟ آیا میتونه آرامش ما رو فراهم کنه؟ آیا میتونه ما رو به معنای واقعی زندگی برسونه؟ اساس رسیدن به یک چیزی یعنی آروم ساختن روح و روان. اگه ما به خواستمون رسیدیم و از نگاه روحی و روانی آروم نبودیم، این خودش چیز جسرا و ناامنی نیست. اگر ما معنای زندگی رو ندونیم، هر چقدر به پول بیشتر برسیم چیز جز سراب و ناامنی برای ما نیست. اساس زندگی یعنی شناخت و این شناخت از وجود من و از خود من شروع می شود و به عالم بیکرانه ها من رو سوق می دهد. حتی اگر من به پول و خواسته های بیشتر برسم و معنای زندگی و معنای موجودیتم را در این عالم هستی ندونم، چیزی جز سراب و ناامنی برای من رقم نمیزنه. اطلاعات بیشتر شد توی کپشن براتون گذاشتم، حتما میتونید و نظراتتون برام کامنت کنید.